یا صالح هستم. میخوام امروز سوپ خوشمزه درست کنم. با من همراه باشین. مواد لازم: سیب زمینی اولا، بعدش پیاز رنده میکنیم، بعدش هم گوجه، بعدم مرغ اضافه میکنیم. با من همراه باشین. سلام، من دوباره اومدم. میخوام دوباره ادامهش میکنم. 3 تا سیب زمینی رنده کردم، 2 عدد پیاز، 2 عدد گوجه با 1 عدد مرغ. حالا پیاز رنده میکنیم. با من همراه باشی بی زحمت. من ایلیا صالح هستم. دوباره اومدم. دارم 2 عدد گوجه رنده میکنم. با من همراه باشین. تو این قسمت مرغا رو چند تیکه میکنیم. مقداری میجوشه، زردچوبه، فلفل سیاه، نمک ریختیم. با من همراه باشین. حالا که اینا رنده کردیم، پیاز، گوجه، سیب زمینی رو میریزیم تو قابلمه. اول کم به هم بزنیم قاطی بشه. حالا مواد لازم رو میریزیم تو آب سوپ. با من همراه باشین. این ویدیو رو دنبال کنین. سلام، این مرغ. آب مرغ رو دور میریزیم تو سوپ میریزیم. بعدش هم مرغ رو ریش میکنیم، بعد میریزیم. میخوام این مرغ رو ریش کنم. به دل خودمون ریش میکنیم. خب بذار که نیم ساعت مرغ بجوشه. بعد نیم ساعت ریش میکنم. بعدش الان میخوام روبو بریزم. حالا رو برنامه رو اضافه کنیم. حالا بکم به هم میزنیم تا خوشمزه بشه. ترش و خوشمزه. خب بعد جوپرک، بعد جعفری بود خندش بود. دوسته گلم داشتم شوخی میکردم. در آخر جوپرک و رشته سبزی میریزیم. جعفری. دوسته گلم داشتم مثلا مادر بزرگم سوپ خوشمزه درست میکردم. الان شاید خوشمزه شده باشه. تا هفته دیگه با من همراه باشین. خدا نگهدار شما. این مادر بزرگ گل منه. باید سوپ درست کردم. اسمش خانم تمدنیه. خیلی دوستش دارم. بای بای. خدا نگهدار شما. بای بای.